انا دیگه سوال شد عزیز. همین پیغمبر بزرگ صلی الله علیه و سلام خیلی پرسنل و خیلی دوخی استفاده می بود. چی توصیه میتی در این باره؟ استفاده بودن عطر و دوخی و پرفیوم میگه. چی داشتن میگوید؟ سخنتون رو فهمیده نمیشه برادر. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی داشتن میگوید؟ خیلی دوخی استفاده می بود و عطر. حاضر من نامش گفته نمیتونم. این یه بار در کتاب شمایل دیدم اکار پیامبر صلی الله علیه و سلم خودی عرقی پیامبر صلی الله علیه و سلم و شهادت حضرت انس و دیگرها خوشبوی ترین بوی بود. شممت عنبرا ولا مسکا اطیب من ریح رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت انس دیگه یگان مشک بوی نکردم، یگان عنبر بوی نکردم که از بوی طبیعی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوشبویتر. هر یک آدم بوی دارد، حتی از همین نوگ انگشت دیده با بوی آدم معین کردن آسانتر و نازکتر است. میگن در دنیا هر یک آدم بوی داره. بعضی آدم بوی غلیظ دارن، نعوذ بالله، بوی بد دارن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بهترین بوی را داشتن. بنابراین حضرت انس میگه یگان عنبر در دنیا، یگان مشک در دنیا خوشبویتر از بوی پیامبر صلی الله علیه و سلم نبود. حضرت ابوبکر هم بعدی وفاتشون آمده پایشان و دستشان و پیشانی مبارکشون بوسه کردن و گفتن که طبت حیا و میتا یا رسول الله. یا رسول شما در زنده بودنتون هم خوشبوی بودید، بعدی وفاتتون هم خوشبوی هستید. گفتن یعنی این بوی طبیعیشان. عطرشون انشالله دیده میگوییم اگر فراموش نکنیم. بله. از خلاص میگم حضرت سوالی همینه که همین دوخی زدن عیسی بیتی چه فایده داره؟ میرم یک میگه دوخی زدن، عطر استفاده بردن، این بسیار سنت است. پیامبر صلی الله علیه و از همین دنیا، از همین مال و ملک دنیا دو چیز برای معقول شد گفتن، همین عطر و زن. اما نماز نوری چشمم گردانیده شد گفتن. عطر حتی حافظ ابن حجر میگه در عطر اسراف نیست. اگر رفت عطر قیمت خرد اسراف نیست، لیکن عطرهای ارزان نخریدم. بعضی عطرهایی که تند و تلخ و دلگیر کننده و آدم قیعش میبیارد، بعضی برادرها خیلی بیچاره ها کمبغل هستند و پول این خیلی عطرهای زدن نزنه، چون که به خوشبویی نزای بدبویی هست. باید طبع اهل مسجد خیره میکند، با میبیارد بیچاره ها به دست شما هم میمالد و بسیار بویش با نمیبرود شستن کده اون بویی ها. این خیلی عطرهای خریداری نکنید. از این عطرهای خریدن مادامی که پولتون نباشد هم خوش رو غسل کرده روید خوب است. یعنی که عطر ارزانی بدبوی استفاده نبرید. مقصد شریعت از استفاده کردن خوشبویی اینکه دیگرها از طبیعت همین بوی خوب شما لذت برد، نه اینکه یعنی دماغش گیرد. بنابراین یک عطرها را انتخاب کنید که بعضی عطرها هست که به یک آدم پسند میاد، به یک آدم نه. یک آدم گلیش گلوگیر میکنه. یعنی نگاه کنید، بعضی عطرها در جاهای خنک بوی خوب میتین، در جاهای گرم بوی خوب نمیتید. این عطر شناس شدن در کار برای. خلاصه مقصد شریعت غم اذیت ندادن دیگرها هست. بنابراین من کردن که کسی سیر پیاز یا پیاز خوردگی باشد و مسجدهای ما نزدیکی نکند که با بوی بدی دهنش مردم اذیت ندهد. آدم باید خوشبوی باشد، خاصتا در پیش حضور مردم در مسجد. خاصتا ان الملائکه تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که فرشته ها اذیت میبیند از آن چیزی که فرزندان آدم اذیت میبینند. یعنی باید انسان به مسجد با بوی خوب رود.